تو پخش زنده تلویزیون بهش میگه گوساله. هنوز راه نیفتاده که او شاید دیگر رو بهش بگه. تو وقتی تو بازار گوساله به من بگو چند داره گوساله بدون واسقو مخزود تو بازار چنده؟ تو کی هستی من تو آقای مقدسی آقای مقدسی من قطع نکنید دستور میده. شما نمیتونی از تولید به بعد کنترل کنی میگی گلو فروشی منو متهم میکنی. اگه راست میگی از تولید به بعد منو کنترل کن گپ واسطه‌گری را ببر. این رسالت شماست نه بخ تهمت گلو فروشی به تولید کننده. آقای مقدسی شما تخصص ندارید تو این زمینه. باید معاونت تخصصی وزارت خونه بیاد. آقای مقدسی شما باز یه لیوان دیگه تو میتونه تو میکنه تو میکنه ما رو میکوبه. شما بدنه وزارت جهاد کشاورزی باید حامی تولید کننده باشید نه بر علیه ما. شما داری یارانه میدی به تولید کننده خارجی گوشت میاری. این سزاوار نیست که تولید از بین ببری. امنیت شغلی امنیت غذایی ما رو از بین ببری. شما آقای مقدسی من نگران سلامتی میشم. من نخواستم. من اگه آقای آذری ما گوشتم اصلا به پروابنده ما کی نهاده نمیدن. من امروز اگر با ارز آزاد گوشتمو تولید کنم با ارز نیما 224 تومان در بیاد. درم با ارز 28 تا 500 حساب کردم 217 تومان. من نمیخوام نه جو میخوام نه ذرت میخوام نه سویا برای پروابندی نده. میگم منت نذار. آخه آدم با یه آدم معلول همچین کاری میکنه مگه دست فروشی جور بگم برق خونه ما سوخت و 3,5 میلیون دیشب گفتم تعمیر کردن. اون باز نشسته کجا 3,5 میلیون بده یخچالش رو تعمیر کنه؟ یخچال خونه خود ما و همسایگان ما افرادی که مرتبطن به ما سوخت از کجا بخره 20 میلیون یخچال؟ بیشتر از این زشت در شهرتون نیست که این مدلی رفتار بکنیم با مردم. چه خبره؟ مردم از ما چیزی نمیخوان یه زندگی معمولی میخوان. ما یه زندگی رو بر اینا حرام کردیم. تابستون برق قطع میکنیم زمستون گاز قطع میکنیم. 2 سال 3 سال بعد معلوم نیست حتی این گاز هم داشته باشیم. الان تو گاز مشکل پیدا کردیم. با تحریم شاید بشود زنده ما ولی نمیشود پیشرفت کرد. نمیخواهم مردم مدام چشمشان به اخبار باشد تا ببینند بیشتر تحریم میشویم یا نمیشویم. فردا نرخ دلار بالا میرود یا پایین میآید. گرفتار فشار حداکثری خواهیم شد یا فشار حداقلی. میخواهم از زندگی حداقلی و صرفاً تامین معیشت بخور نمیر به یک زندگی رضایت بخش و شایسته مردم ایران برسیم که در آن همه مردم فرصت رشد و خلاقیت و بالندگی داشته باشند. دوستان ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال و لایک و کامنت کانال خودتون رو حمایت کن.